تو این ویدیو میخوایم 15 فکت از سریال جذاب و دیدنی لاست رو بررسی کنیم. قسمت اول فصل دوم حدود 23 میلیون بازدید داشته که واقعا عدد بالاییه. شخصیت هارلی یا همون هیوگو اصلا توی فیلمنامه وجود نداشت و بعد فقط به خاطر اینکه داخل اون فیلم حضور داشته باشه براش اختصاصی یه نقش طراحی کردن. آخرین سکانس از این سریال تصویری وارونه از شروع سریاله که در شروع این سریال چشمای جک باز میشد، اما در انتهای سریال چشمای جک بسته شد و احتمالاً مرد. عجیبه که بازیگر نقش چارلی بارها اعلام کرده که تا الان حتی یک قسمت از این سریال رو هم ندیده. فکت پنجم، بازیگر نقش جین از بچگی انگلیسی حرف میزد و کره‌ایش خیلی خوب نبود و به خاطر همین کره حرف زدنش توی فیلم باعث انتقاد خیلیا شده بود. میدونستین که بازیگر نقش جک نزدیک بوده که توی فیلمبرداری آخرین قسمت از این سریال جونشو از دست بده و بمیره؟ بازیگر نقش جان لاک به خاطر اشتباهش توی چاقوهای فیک و واقعی اشتباهاً چاقوی واقعی رو به بدن جک میزنه و جک فقط به خاطر محافظی که زیر لباسش بود میتونه زنده بمونه وگرنه جونشو از دست داده بود. میدونستیم به خاطر محبوبیت خیلی زیاد سریال لاست از روی این سریال یک بازی هم طراحی شده؟ جالبه که بیشترین حضور بازیگر در قسمت‌های سریال لاست مربوط به نقش هیوگو یا همون هارلی بوده و تقریبا توی تمام قسمت‌های فیلم حضور داشته. میدونستین که جک قرار بوده همون اوایل توی سریال بمیره؟ البته بعداً این نظر عوض شد و قرار شد برای نگه داشتن اعتماد مخاطب جک زنده بمونه و میدونیم که جک تقریبا توی قسمت آخر سریال میمیره. بازیگر نقش جک برای بازی توی هر قسمت از این سریال حدود 1 میلیون دلار دریافت کرد که همین اون رو به پردرآمدترین بازیگر تلویزیون تبدیل کرد. میدونستین که بازیگر نقش سان قرار بوده که اول نقش کیت رو بازی کنه و اصلا نقش سان وجود نداشت؟ مجله تایم این سریال رو به عنوان برترین سریال تاریخ معرفی کرده.